بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز داستان صحابی دیگری رو از یاران و جان فدایان رسول خدا صلی الله علیه وسلم با هم میخونیم. ستاره‌ای از ستارگان آسمان هدایت. بله، ایشون شخصیتیه که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم در مورد ایشون میگه که سود کردی ابو یحیی، سود کردی ابو یحیی و بردی و تجارت سودمندی رو انجام دادی. بله، ایشون کسی نیست جز صهیب ابن سنان رومی. ببینیم داستان ایشون چجوریه و با هم بیشتر آشنا بشیم. معمولا کسی از مسلمانان نیست که صهیب ابن سنان رو نشناسه. همه اسم ایشون رو شنیدن و اسمی آشنا در بین همه ما مسلمانان هست و بد نیستم خب اندکی هم از سیرت ایشون رو ما بخونیم. به ویژه برای جوانان ما و نوجوانان این برای من خیلی مهمه که بدونیم. ما باید این تاریخ ها و این وقایع رو باهاشون بیشتر آگاه بشیم و بیشتر آشنایی داشته باشیم. اما اون چه که در مورد صهیب بیشتر معروف هست که خیلی ها تعجب میکنن صهیب چگونه رومی هست، در حالی که ایشون اصلا اصالتا رومی نیست و اصالتا عرب خالص هست. از قبیله نمیر هست که پدرش از نمیر هست و مادرش هم از قبیله تمیم هست. داستان قصهش رو با هم میشنویم که تاریخ همچنان این داستان رو نقل میکنه و ارزشمنده. داستانیه که بد نیست، یعنی باهاش بیشتر آشنا بشیم. نکته‌ای که مهم اینه که قبل از این که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برانگیخته بشه به عنوان پیامبری خدا، گویا که چند سال قبل تصور بکنید در منطقه ابله یا ابله میگن، منطقه تحت مستعمره ایران هست، شخصی است به نام سنان ابن مالک نمیری که از جانب پادشاهی ایران، پادشاهی فارس میگن، فارس در اون زمان این نایب بود و نیابتی داشت در اونجا حکومت میکرد. به عبارتی فرمانداری بود که از جانب پادشاهی فارس در اون سرزمین خودش داشت حکومت میکرد و یک فرزندی داشت. این فرزند رو خیلی دوست داشت، یعنی محبوب ترین فرزندانش بود و سنش هم 5 سال بیشتر نبود. خوب دقت بکنید، سن این فرزند از 5 سال هم حتی نمیرسید و اون رو اسمش رو گذاشته بود صهیب. صهیب چهره خیلی زیبا و روشنی داشت و موهاش هم قرمز بود. خیلی جالبه که موهای قرمزی هم داشت و چشمان خیلی با نشاط و دقیق و تیزی هم داشت و یک نجابت ویژه‌ای هم در چهره اون بود. مازاد بر این یک بالاخره کودک با نمک و شیرینی بود که سبب میشد که محبت و خوشی رو همیشه در قلب پدر بیاره و این پدر که به عنوان پادشاه اون سرزمین در واقع حساب میشد یا فرمانروای اون سرزمین حساب میشد، خیلی به این توجه داشت. بالاخره یه روزی گذشت، مادر این صهیب با این بچه خودش و گروهی از اون بالاخره خدمتکاران و اینهایی که داشتن رفتن به یک سرزمین در شهری در قسمتی در عراق، اون موقع میگفتن استنی، رفتن اونجا تا یک بالاخره برای تفریح سفر، حالا ما میگفتیم یلاق قشلاق، اصطلاحی که در اون موقع بود، که در این مسیری که میرفتن بالاخره بر اینها در اونجا حمله شد. اون سرایه سپاهیانی از روم اومدن اون منطقه حمله کردن، چرا که میدونید جنگ بین امپراتوری ایران و امپراتوری روم همیشه در همین سرحدات وجود داشت و طبیعت تاریخ هم اگه نگاه کنید این مسئله رو میبینید که باید مقداری بیشتر افراد این رو بدونن، به ویژه در مباحث اسلامی و جنگ‌های اسلامی باید این رو بدونن که تاریخ چگونه بود تا بعد بتونن قضاوت بکنن. بالاخره سپاهیانی از رومی‌ها اومدند و تعدادی نگهبانان رو کشتند و اموال اونها رو دزدیدند و این بچه‌ها و زن‌ها رو به اسارت گرفتند و در جمله کسانی که اینجا به اسارت گرفته شده بود همین صهیب بود که کودک کم سن و سال بود. صهیب رو آوردن در سرزمین روم در اون زمان و در بازار برای فروش و دست به دستشون فروخته میشد تا اینکه بالاخره به دست کسی رسیده بود که در اون سرزمین اونجا اون بتونه دست اون زیر نظر اون بردگی کنه و زندگی بکنه و ایشون در اون جامعه رومی و اون مجتمعی که در اون سرزمین بود، در اون فرهنگ رشد کرد، بزرگ شد و با چشم خودش میدید که در این قصرها، در این موقعیت‌ها چه رذائلی هست، چه اخلاق‌های پستی هست، چه رفتارهای زشت و وحشیانه‌ای در بین اونها وجود داشت و تمام این گناهان، این ستم‌ها رو با چشم خودش میدید و به نظرش هرچی بزرگ میشد بیشتر بدش میومد از این سیستم اجتماعی، از این قوانین اجتماعی که در اون سرزمین بود و با خودش میگفت واقعا کی میشه یه روزی این سرزمین ها، این اخلاق ها خوب بشه و این آدم ها
تغییر بکنن. بله بالاخره صهیب در این سرزمین روم بزرگ شد، رشد کرد، با زبان اونها، با فرهنگ اونها آشنا شد، اما هرگز سرزمین خودش رو و عروبیت خودش و عربیت خودش رو فراموش نکرد، چرا که ایشون فرزند صحرا بود، فرزند خانواده‌ای بود که دارای جوانمردی و شجاعت و جسارت بودن و همش با خودش میگفت کی میشه من از این بردگی نجات پیدا میکنم، کی میشه من دوباره بین قبیله خودم برم. در هر صورت این بود در ذهنش، تا اینکه یه روزی یکی از این کاهنانی که در اون روم بود از اون شنید که داشت به یکی از بزرگان اون رومی ها، بزرگان و اشراف میگفت که الان زمانش رسیده که از سرزمین عرب پیامبری ظهور بکنه که دین عیسی علیه السلام رو تایید بکنه و مردم رو از تاریکی به سوی نور بیاره. این مطلب رو این شنید، فهمید و دنبال این بود که یه فرصتی حالا که اینجوریه فرار بکنه و خودش رو بتونه به سرزمین عرب برسونه. اینجا بود که فرصت برای صهیب فراهم شد و تونست بالاخره فرار بکنه در یک فرصتی به طرف مکه و خودش رو بتونه به بین عرب ها برسونه و بره که ببینی بالاخره این پیامبری که میخواد مبعوث بشه کیه و اون میفهمید و حس کرده بود و دیده بود این رنج ها و بدبختی ها رو. اما بالاخره صهیب حرکت کرد و خودش رو رسون به سرزمین مکه، اما زبانش لکنت داشت به زبان عربی، چرا که ایشون از بچگی در بین رومی ها بود و موهای قرمزی هم داشت و بالاخره شرایطی بود که برای خیلی از عرب ها در اون موقع در مکه عجیب بود. در هر صورت صهیب با یکی از بزرگان مکه در اون زمان به نام عبدالله ابن جدعان یا جدعان میگن، در اون موقع باهاش قراردادی بست، چون که در اون زمان رسم بر این بود در بین عرب که بالاخره افراد باید همدیگر رو حمایت میکردن، مخصوصا افراد ضعیف بعد تحت حمایت افراد بزرگ و قدرتمند و اشراف قرار میگرفتن تا کسی بهشون تعرض نکنه و این تحت حمایت این قرار گرفت و مشغول تجارت شد و ثروت زیادی هم به دست آورد و در ضمنی که این تجارت میکرد این ثروت رو هم به دست آورده بود و زندگی میکرد و میدید که متاسفانه عرب هم مبتلای شرک و مبتلا به خرافات و مبتلا به سری بسیاری رذایل اخلاقی هست و این رو که نمیشده انکار کرد، چه از مسائل اخلاقی، چه از مسائل اجتماعی، چه مسائل بردگی، همه اینا رو با چشم خودش میدید، اما همش تو ذهنش هم بود اون حرفی که اون کاهن نصرانی گفته بود که از این سرزمین الان زمانش هسته که کسی بیرون بیاد و همش با خودش میگفت که کی این وقتش میرسه. اما زیاد طول نکشید تا اینکه یه روز که صهیب رفته بود برای یک کاروان تجاری و برگشته بود، خبری شنید که بله محمد ابن عبدالله در میان مردم برخاسته و مدعی شده که پیامبر خدا هست و مردم رو به الله و یگانگی الله دعوت میکنه، میگه از شرک و توسل و خرافات و این مسائل دست بردارید، اخلاق بد، و مردم رو به عدالت و نیکی دعوت میکنه و از اعمال زشت و رفتارهای ناپسند مردم رو باز میداره. گفت این محمد که شما میگی محمد ابن عبدالله، حالا برگشت بود خبر به گوشش رسید، آیا همون محمد امین نیست که همه بهش میگفتن آدم امانتداری راستگویه؟ گفتن آره خودشه. این دیگه قشنگ متوجه شد، گفت کجا هست و این ور اون ور؟ گفتم بله در بیت الارقم هست یا اون دارالارقم هست و در کوه صفا. خب ایشون دیگه کاملا متوجه شد و بدون اینکه قریشیان بفهمن چه اتفاقی افتاده و چی کار شده، خودش رو به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رسونده بود، چرا که ایشون واقعا قبیله‌ای نداشت که این حمایت بکنه و حمایتی که چون اون ضرورت بود و شخصی بود که قریب بود به این سرزمین اومده بود و این براش خیلی مهم بود که چه باید بکنه و حمایتی میگن براش وجود نداشت. این بود که خودش رو رسوند به دارالارقم بدون که کسی متوجه بشه. وقتی اونجا رفت دید عمار یاسر هم داره به همون سمت میره، با عمار به هم بالاخره گفت تو چرا اومدی؟ گفت من برای این اومدم. گفت برای چی اومدی؟ گفت پس با هم بریم با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ملاقات بکنیم. این بود که ایشون با عمار رفتن پیش پیامبر خدا و اجازه ورود خواستن. وقتی وارد شدن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت خوش اومدید و صهیب و سنان عمار ابن یاسر، صهیب ابن سنان رومی و عمار ابن یاسر بر پیامبر خدا وارد شدن، سخنان پیامبر رو شنیدن، نور ایمان در قلبشون در سینهشون جای گرفت و هر کدوم از این دوتا سعی میکردن زودتر اعلام ایمان بکنن و دست بلند کنن برای اینکه با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کنن و شهادت دادن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. و این دوتا در واقع از اون روز به بعد
دو تا دوست و همراه و دو تا ایمان آورده بودن که سعی میکردن از صحبت و همراهی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرصتی در دست ندن و در حقیقت صهیب بن سنان و عمار بن یاسر جزو افراد انگشت شماری بودن که در همون ابتدا اسلام رو پذیرفته بودن. بله، این نور ایمان در اون شب و در اون تاریکی شب در قلب‌های اونها جای گرفته و اونها زندگی خودشون رو با این نور نورانی کردن. همون گونه که عمار یاسر و سایر یاران پیامبر، بلال و دیگران رنج کشیدن، صهیب بن سنان هم از این رنج‌ها به دور نبود. خباب بن ارد و دیگران همه به همین صورت این رنج‌ها و سختی‌ها رو کشیدن و دیدن و رنج‌هایی که قابل توصیف نیست، یکی از یکی تلخ‌تر، یکی از یکی سنگین‌تر. اما اونا میدونستن که راه سعادت و خوشبختی راهی نیست که براشون کسی فرش پهن کرده باشه، کسی گل براشون بذاره و باید اینها رو تحمل کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم حتی میگفت که اگه کسی میخواد منو دوست داشته باشه، صهیب رو دوست داشته باشه. پیامبر به صهیب توجه خاصی داشت تا اینکه زمان هجرت فرا رسید. زمان هجرت فرا رسید و داستان هجرت صهیب بن سنان رومی با داستان هجرت دیگران متفاوت است، چرا که ایشون غریبی بود که به سرزمین مکه اومده بود، حالا تجارت کرده بود، در بین اینها به ثروت و دارایی رسیده بود و اونها کاملا متوجه بودن که صهیب هم مسلمان شده. خب رنجی رو که صهیب کشید و دیگران کشیدن واضح بود. آیات قرآن در این ارتباط حتی به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میاد در فضیلت ایمان اینها، چرا که وقتی که اینها رو کنار پیامبر میدیدن مشرکین اونجا حساب اشاره میکردن آیا محمد اطرافت همینا هستن؟ عبدالله بن ام مکتوم، صهیب، بلال، عمار، اینا اطرافیان تو هستن که آیات قرآن نازل میشد در شأن اینها. و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم. پیامبر تو اینها رو بیم بده، کسانی که میترسن. همینجور آیات الهی پی در پی میاد و اشاره میکنه، حتی خداوند به این اشاره میکنه که مواظب باش که یه وقت اینها رو رها نکنی. اینها کسانی هستند که تو باید به اینها توجه بکنی و این نکته بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهش خیلی اهمیت میاد. بر همین اساس پیامبر خدا میگه هر کسی به خدا و روز آخرت ایمان داره باید صهیب رو دوست داشته باشه، مانندی که یک پدر فرزند خودش رو دوست داره و این نکته‌ای هست که واقعا باید ما بهش توجه بکنیم. حالا ببینیم داستان هجرت صهیب رو ان شاء الله در جلسه بعد خدمتتون خواهم گفت. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.